پلیس هم با توجه به اینکه سطر را از این پس سطر اغتشاش فقط می‌داند، با اغتشاشگر قاطع، سریع و تند برخورد خواهد کرد و معترضین هم بدانند که در کنار اغتشاشگران طعمه مرگ اغتشاشگران هستند. تعداد زیادی از این کشته شده ها با ضرب چاقو هستند، یعنی در محل نزدیک، و تعداد زیادی از اینها فاصله تیری که بهشون شلیک شده فاصله بسیار کوتاهه، یعنی اون فاصله‌ای که بین دستگاه امنیتی و معترضین و اغتشاشگرا بود هم نیست.